دیروز که زنمون اومد خونمون، من با این شیرینی خیلی خوشمزه، البته نوستالژی که هممون خاطره داریم، ازش پذیرایی کردم. وقتی خورد باورش نشد که خودم درست کردم. البته کنجدای روش گویای این بود که من خودم درستش کردم، چون شبیه بازاریا نشده بود. همینقدر پرملات و خوشمزه بود. خلاصه ذخیره کن گمش نکنی، تا اینجا که اومدی لایک منم یادت نره. بچه‌ها یه کوچولو سرما خوردم، بابت صدامم عذرخواهی میکنم. حالا بریم سراغ شیرین عسلیای خوشمزمون. یک بسته پودر ژله با هر طعمی که دوست داشتین با همزن انقدر بزنید تا سفید بشه. لای هر نوع بیسکویت که دوست داشتین بذارین. البته بیسکویت ساق طلایی باشه خیلی بهتره. شکلاتای تخته‌ای رو میذاریم به روش بنماری ذوب بشه، بهش یه قاشق روغن مایع اضافه میکنیم و بیسکویت‌ها رو داخلش قوطه‌ور میکنیم و در آخرم اگه دوست داشتین با کنجد میتونید تزیین کنید. فقط با 2 بسته بیسکویت میتونی کلی شیرین عسلیای خوشمزه و به صرفه درست کنی. با